سلام همه، چاکرم. امیدوارم عالی باشین و خدمت به خلق راهتون و نگاه خدا امام رضا و همراهتون شب شهادت پدر امام رضا علیه السلام امام موسی کاظم بریم حرم یک سلامی بدیم و یک عرض تسلیتی بکنیم. جای تک تکتون هم خالی این روزا مشهد و کلا ایران شرایط خاصی داره و بعد از اغتشاشات جو آرومی طبق معمول برقرار و امنیت و پایدار. توی خیابون خسروی نو یا همون اندرزگو بریم سمت حرم. از بابا جواد وارد بشیم بریم صحن قدیر رو از اونجا هم صحن انقلاب. اگه شدش یک چایی روزیمون بود با حال و هوای حرم. پسر در سوگ پدر مشکی پوش و چراغ‌ها و اینا به صورت قرمز در اومده. زیبایی خیلی خاصی داده. بی زحمت خاموش کن، ممنوعیم. خب بیرون گفتن که خاموش کنی طبق معمول. اینجا بابا جواد طبق معمول به رسم ادب یک سلامی بدیم به سلطانو وارد شیم. سلام سلطان، چاکرم. عرض تسلیت خدمت شما به مناسبت شهادت پدر عزیزتون. امیدوارم که امنیتی که همیشه داشتیم همیشه تا آینده برقرار باشه و مردم تو آرامش کامل و مطلق همطور که از قبل بودن تا آینده باشن و گرفتاری همه حل بشه و دولت مردمون هم به فکر باشن و قدر این مردم بدونن و اهمیت جایگاه مردم و اتحادشون رو بیشتر پیش درک کرده باشن و ارزش قائل باشن. اگه تو محلمون برای بابامون یه کسی بیاد مراسم بگیره نگاه نمی کنیم کیه، میگیم به بابامون احترام گذاشتیم. حتما ازش تشکر کنیم. جمعیت قابل توجهی هم هست امروز توی حرم. ما برای بابا مراسم کیه توشه کنار دلش من قادر میگه نه شنیدم مطلق باره تشریف کرد. یا امام رضا میشه بیارید ما گریه کنیم، ما زیر سایه گریه کنیم به صحن پیامبر اعظم و یک حس و حال بی‌نظیر، آرامش عجیب. در مورد 3 نفر کلمه رزه دو تا رزه شبیه این که آب یه گندمی رو نرم کنه.
وقتی گندم رو آرد میکنن زیر سنگ میگن رزه. خب این یادتون باشه. در مورد 3 نفر داریم رزه استفاده شده. یکی در رابطه با بابای امام رضا فرمود ز ساق المرزوز، یعنی با پای موسی بن جعفر مثل آرد نرم شده بود. ای آقایی که دیگه نمیتونستی راه بری، ما هم زمین گیریم، ما رو کمک کن. اما 2 نفر دیگه هم هست، یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان. مردم تو حرم هر جا دارید میشنوید صدای منو بشینید، بذارید روزه بشنوید. حرفای من تموم شده. روزه هر جا هستید بشینید روزه بشنوید. بخوام برای امام رضا یا فاطمه زهرا رز صدر الشریف پشت در خانم یا امام رضا معذرت میخوام ازت، زن باردار ضربه بخوره میشینه. یا امام رضا به این فریادا نمیخوای نگاه کنی، آشاله که نمید. امیدوارم هر جا که هستی با دیدن حس و حال الان حرم شما مرز تسلیتی داشته باشید به امام رضا. و هرچی حاجتتونه انشالله یه خیر حاجتتونه بگیرید. میتونم همه با دست پر از سمت حرم می آیند. یکی از جمله های خیلی قشنگی. خوش آمدید. خب الحمدلله چایی حرم هم که روزیمون بود و حالا بریم سمت ورودی شیخ توسی یا بالا خیابون یا خیابون شیرازی و از اونجا بریم سمت صحنه انقلاب.
گفتم روز منم فیضم از زیر آموزم مزنفر ببرم شما دلاتون آموزم یه دست به من بدید دوباره منم آرومتون کنم ببینیم آقا جان و مامون رو بزنیم چی کار بسیاری از سادات از صحنه شهزادگان فرزندگان رنگی زندان ندارد مثل وجود است همه کنار ندارد نو است و بیم از موج از توفان ندارد جان جهان است و حراس جان ندارد مشد مشتریاست حتی مویدی دنیا ردی سیاه است یوسف میآید روی تابوت اصلا لا اوف الحكي زیارت امین الله از زیارت‌های وارده برای حرم اماما. بی‌نظیر سلام علیکم یا علی ابن موسی السلطان یا ابوالحسن یا علی ابن موسی سلام علیکم و رحمت الله. دوام از شهادت پدر عزیزتون تسلیت هست.
یه جلسه درس میده. یه جلسه درس میده.